چالش 5 روز دوخت تزیینات لباس. روز 4 بریم این پاپیونای خوشگل رو درست کنیم. به منجوق درشت و یک کریستال نیاز داریم. مروارید هر سایزی که دوست دارین میتونید استفاده کنید و مقداری سیم گلسازی که خرازی دارن. 30 سانت از سیم قیچی میکنم و داخلش مروارید به تعداد مد نظرم رد میکنم. میزانش کاملا سلیقه‌ایه. بهتره یه طرف سیمو بلندتر بگیرید. یک منجوق داخل 2 تا سیم رد کنید. سیمو باز میکنیم و طرفی که بلندتره هر مقدار مرواریدی که رد کرده بودیم داخل سیم میذاریم و بعد سیمو از داخل منجوق وسطی رد میکنیم. لایک و سیو فراموش نشه. حالا برای پایین پاپیون مقداری مروارید میندازیم و یه دونه منجوق آخر کار میذاریم و مانند تصویر سیمو از منجوق رد میکنیم. 3 دور میپیچونمش. اضافه سیمو قیچی میکنم. روی شومیز و مانتو میتونید بدوزید. کاربردهای دیگه هم داره مثل گوشواره و گردنبند. ببین چقدر قشنگ میشه.